ترحمه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته. محترم جماعت، امروز 26 ماه صفر سال 1428 هجری مطابق 16 مارس سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را با این روز سعید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یکی ما و شما را از فیض و برکات این روز سعید جمعه برخوردار گرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فیهن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. این بود چند آیتی از آخر سوره الرحمن که هفته گذشته وقت به ما فرصت نداد که تفسیر این سوره را به پایان رسانیم و اینک با حمد خدا و شکر خدا با عنایت پروردگار باز هم خداوند ما را به روز جمعه رسانید و انشاءالله با یاردم خداوند از تفسیر چند آیت باقی مانده این سوره آگاه خواهد شد. ما در همین آیت صحبت را به پایان رسانیدیم که استعیذ بالله فیهن خیرات حسن، یعنی در باغ‌های جنت برای اهل جنت خداوند زنهایی را آفریده است که آنها خیلی هم زنهای خیر، زنهای نیک، زنهای پاکدامن، زنهای خوش اخلاق هستند.
و در برابر خوش آداب و خوش اخلاق و پاک دامن بودنشان حسن، یعنی بسیار هم زنهای زیبا هستند. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمت پروردگار را شما انکار میکنید؟ آیا حالا هم در دل شما ذوق نعمتهای جنت پیدا شده است که پروردگار رحمانتان را شناسید، از او بترسید، او را عبادت کنید، در حالی که نمونه نعمتهای جنت را خداوند در دنیا برای شما داده است، تا که شما درک کرده باشید که چه نعمتهای را خداوند در جنت برای شما در مقابل ایمان و اعتقاد و طاعت و عبادت و تقوا و پرهیز شما آماده کرده است. من گفته بودم هفته گذشته که هیچ کار بی مزد نمی شود. هر کجا میرید کار میکنید شما البته مزد طلب میکنید. به شما بار دیگر آگاه میکنم بندگان خدا را که وقتی خداوند شما را دعوت به ایمان و اسلام، دعوت به طاعت و عبادت و تقوا و پرهیز کرده است تا که ما و شما چندین سال حیات خود را با گفت و فرمان خدا گذرانیم، این البته مزد خودش را دارد و مزد ایمان، مزد عملهای صالح، مزد تقوا و پرهیز، مزد پرهیز کردن از عیش و عشرت‌های فاسقانه و پرهیز کردن از گناه و خطاها، این جنت و نعمت‌های فراوان و جاودان جنت است که چند هفته این جانب شما درباره این نعمت‌ها میشنوید. و بعدا صفت میکند زنهای جنت را خداوند که حور مقصورات فی الخیام، آن زنهای نیکویی که در جنت هستند آنها حور هستند. حور این جمع کلمه حورا است و حورا چیزی را میگن که نهایت سفید و پاکیزه است. یعنی زنهای جنت از آن جهت حور نام دارند که بسیار هم زنهای سفید پوستی پاکیزه هستند و در برابر زیبا بودنشان هستند در دنیا زنهایی که همون زیبایی خودشان عهده کرده نمیتوانند، زیبایی خودشان فخر میکنن و نمایش به که میگذارن، بنابراین بازیچه دست مردهای فاسق میشوند. اما زنهای جنت که خیلی هم سفید و پاکیزه و زیبا هستند، در برابر زیبایی خودشان آنها مقصورات فی الخیام هستند. یعنی آنها چشم خودشان را به یگان مرد نامحرم، مرد بیگانه نمیدوزند. آنها در خیمه ها از چشم دیگر مردها پنهان هستند، پوشیده هستند. یعنی هر نفری را که خداوند در جنت نصیب کند حیات ابدیشه، برای او خیمه های مخصوصی است که ان همین حوره های جنت تنها مخصوص اوست و آن حوره های جنت فقط همون مردی را میبیند که خداوند او را برای همون مرد آفریده است. و در حدیثی که امام بخاری روایت کرده اند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند إلا في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوفون عليهم المؤمنون. یعنی حضرت صفت جنت و مزدی اهل ایمان و اخلاص را در جنت چنین وصف میکنند که در جنت برای جنتیان خیمه است
که وی از یک دانه لؤلؤ ساخته شده است. یک دانه لؤلؤ. یک دانه لؤلؤ اگر امروز در چشمک یک انگشترین یا گوشوار باشد، اگر قیمت آن از هزارها دلار بالا است. اما خداوند در مقابل ایمان و اخلاص، در مقابل تقوا و پرهیز شما جوانان عزیز، اینه من وعده نکردم، اینه کدام دانشمند دیگر وعده نکرده است، بلکه این چیز پیغمبر خدا وعده کرده اند و این حدیث در صحیح بخاری است که در جنت برای اهل جنت خیمه است که ساخته شده است از یک دانه لؤلؤی که درونش کافته خالی کرده شده است. تمام آن قصرها، کشکها، بستانسراها، ویلاهایی که امروز ثروتمندان در اختیار دارند از گونه گونه چیزها ساخته شده است. پیش از همه از عادی‌ترین سنگ‌ها و خشت‌ها اولا ساخته می‌شود و بعد بالای آن به واسطه چیزهای قیمت بهاتر روپوش کرده می‌شود. اما خیمه‌ای که خداوند در جنت برای بنده‌های با تقوایش آماده کرده است از یک دانه لؤلؤی داخلش کافته شده ساخته شده است. و آیا شما تصور میکنید که وسیعی آن، کلانی آن، بزرگی آن خیمه لؤلؤ چقدر است؟ یک ثروتمند دنیا، یک پادشاه دنیا اگر امروز یک قصر داشته باشد، خب شاید 50-50 باشد، 100% باشد. از این بزرگتر شاید قصری نباشد. اما یک دانه مرواردی که خداوند از آن برای اهل جنت اگر عادی تر کرده گوییم قصری بنا کرده است، بزرگی آن 60 میل است. میل این چینه که مسافه است که بسیارتر در انگلیس کار می‌فرمایند و تخمینا برابری 1.5 کیلومتر ما و شما است، شاید کمی زیاد یا کمتر. یک دانه خیمه‌ای که از لؤلؤ خداوند در جنت برای اهل جنت آفریده است، درازی و پهنی آن 60 میل است. یعنی این میشود قریب 90 و تاکی 100 کیلومتر دکه میخورد. کدام خیمه‌ای که از یک دانه لؤلؤی اینقدر بزرگ ساخته شده است در داخلش چی دارد؟ البته وقتی که خیمه شد، خیمه جای استراحت است. اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره دیگر تجهیزاتی که در داخل این خیمه است چیزی نگفتند، بلکه درباره زنهای آن خیمه به ما خبر دادند که در هر یک گوشه این خیمه حوران جنت هستند که هر یکی آنها از همدیگرشون خبر ندارند، نمیدانند که در آن گوشه دیگر هم به مانند من یک حوری دیگری هست، یا اونش هم نمیداند که در آن گوشه این خیمه وسیع به مانند او یک حوری دیگری هم هست. یطوفون علیهم المؤمنون، که بنده های را که در دنیا با ایمان زندگی کرده، با عملهای صالح، ایمان و عمل صالح همراه خودشان بردن، خداوند آنها را داخل این خیمه ها میگرداند که آنها با آن حورهای جنت آشنایی میکنند. من باز هم به شما میگویم، خصوص جوان مردا، که شما نسبت این سخنها در دلتان هیچ شک و شبهه نداشته باشید. چرا که هر کسی که ما را به یک راه در این دنیا دعوت میکند و ما و شما وعده ها میدهد.
آیا فراموش کردی وعده های دوران صدیقی را که اگر میگفتن با راه لیلی میروی، شاگردی لیلی میشوی، از خدا رو میگردانی، به خدا باور نمیکنی، دین سر تا با خرافات است، آینده برای تو کمونیسم است، دیگر تو کار نمیکنی. ما یک معلم داشتیم، وقتی سوال میدادیم که دیگر هیچ کار نباشد مردم چی کار میکنن، خودشان که معلمی فیزیکولتور بودن میگفتن که همه سپورت کتی مشق کرده گشتن میگیرن. یعنی با این وعده ها دامن میلیون ها مردم با چهارمغز پوچ پر کردن. مردم میلیون به این چیز باور کردن، خودشان فدا کردن به این چیز. اما معلوم شد که این وعده ها همه سرتاپا افسانه بوده است. و آن کسی که این را وعده کرد خودش هم امروز اکثرش از این عقیده برگشته است. اکنون این وعده‌ای که به شما داده شده است به شما بشنوید، این وعده من نیست. این وعده یک انسان نیست مثل ما و شما. این وعده خدا و وعده پیغمبر خدا است. این همه نعمت‌هایی که به واسطه آیات‌های سوره الرحمن چند هفته این جانب به شما پیشکش کرده می شود، همه وعده های آفریدگاری است که هر کس به وعدهش خلاف می کند، اما خداوند به وعدهش خلاف نمی کند. خداوندی که این عالم را آفریده و هزاران هزار نعمت را برای ما و شما نمونه از نعمت‌های جنت داده مانده است، به وعدهش خلاف نمی کند. اگر ما به این وعده ها یک ذره شبهه داشته باشیم، پس حالا ایمانی ما به خدا شبهناک است. اگر یک ذره ما به این چیزها شک و تردید داشته باشیم، پس ما دانیم که ایمان ما به آفرنده عالم حالا شک و تردید دارد. بنابراین به این وعده هایی که خدا و پیغمبرش به ما کرده اند در مقابل حیات مسلمانانه ما باید سر تا پا باور داشته باشیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس کدامین نعمتی پروردگار رحمانتان را شما این کار میکنید؟ چرا این کار میکنید؟ کدام چیز را، کدام نعمت را که امروز در اختیار دارید شما این کار میکنید که این را به من خدا نداده است، این را من خودم صاحب شدم؟ آیا ما چیزی داریم که از خود ما و شما باشه؟ هر چیزی داریم همه از خدا است. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. نه این خدای مهربان، ما هیچ نعمتی تو را این کار نمیکنیم. هر نعمتی که امروز در این دنیا به ما داده از آن استفاده میکنیم، ما کوشش به خرج میدیم که شکر آن را کرده باشیم. و هر نعمتی را که برای ما اهل ایمان وعده کرده پروردگارا، ما به آن سر تا پا باور داریم، یقین داریم که تو قادر هستی چنین نعمتها را برای بندگانت آماده کرده باشی در جنت و به ما نصیب گردانی که به جنت و به آن نعمتهای وعده کرده جنتت ما مشرف شدیم. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. و بازم صفتی حوران جنت را میکند خدا که حوران جنت هم تو زنهایی هستند که پیش از صاحبانشان که اهل جنت هستند نه انسی به آنها دست رسانیده است و نه جینی به آنها دست رسانیده است. هیچ کسی، حالا آنها هیچ کسی را ندیدند، فقط صاحب خودشان را دیدند. اولین کسی که چشم بالا میکنند ببینند، انشاءالله شما اهل جنت هستید. خدا نصیب کرده باشه. و بازم خدا تکرار میکند این آیت را، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
پس کدامین نعمت خداوند را شما انکار میکنید؟ آیا حالا هم در دل شما کدام شک و شبهه‌ای وجود دارد؟ آیا حالا هم در دل شما ذوق طاعت و عبادت بیدار نشده است تا که به این نعمتهای پروردگار برسید؟ لبشیء من نعمک ربنا نکذب. نه خدای مهربان، ما هیچ نعمت تو را انکار نمی کنیم، بلکه ما در مقابل هر نعمتت کوشش میکنیم که شکر تو را بجا آوریم. و باز هم اهل جنت را یا شاید حوران جنت را صفت میکند خداوند که متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسن. حوران جنت و یا اهل جنت که خداوند فردا آنها را داخل آن میگرداند در یک حالتی راحت بخش قرار دارد که خدا وصف می‌کند متکئین، آنها همه تکیه زده هستند. انسان وقتی که میخواهد راحت کند بعد از مهنتی پرمشقت و خستگی ساعتهای زیاد زندگی میخواهد استراحت کند، عادلاً تکیه میزند و بنده هایی را که در دنیا زحمت کشیدند و مقابل همه سختی ها صبر کردند، ایمانشان را نگاه داشتند، موافق ایمانشان مسلمانانه عمل کردند، زندگی کردند، کار کردند و خدایشان را اگر شرایط نشده بود پنهانی عبادت کردند، اگر شرایط شد آشکارا عبادت کردند. بعد از خستگی دور و دراز این دنیای پر از غم و اندوه و مهنت و مشقت و ظلم و استبداد و حق همدیگر خوری خسته شده، وقتی که به آخرت میروند خداوند آنها را داخل جنت میگرداند که آنها رفع این خستگی را میشکنند با چه؟ با تکیه زدن. و چه تکیه میزنند؟ خدا میگه علی رفرفی. رفع بچه هایی که مبدأ قرائت خونده در لغت میگه تاکچه. رفع یعنی یک تاکچه است. عادتا تاکچه ها رفع ها بالای همدیگر 2 3 4 قبض می شود و هر چیزی را که قبض است رفرف می گوید. و اگر درخت هم وقتی که غرقی می شود، مثلا شاخهای درخت سیب خم میزند، اگر شما از دورتر به آن نگاه کنید اگر سیب ها همیشه بالای همدیگر سرخ و زرد در شاخهای درخت آویزان هستند، این هم رفرف است. اما آن رفرفی که اهل جنت به آن تکیه میزنند چه است؟ بالشته های قطار چیندگی. شما اگر با واسطه تلویزیون دیده باشید، ثروتمندها در خانه های خودشان همین خیلی دیوانهایی دارند که در تکیهگاه آن بغیر از آن که خود ملایم است قطار بالشته های میده چیده شده است که این به خاطر خوشگذراندن حیات است. اصلا خود تکیهگاه همون نشستگاه هم ملایم است، لیکن باز بالشته های زیبای رنگ و برنگ قطار چیدن به چشم انسان یک راحت میبخشد، یک لذت میبخشد، کیفیت دیگر میبخشد. بنابراین اهل جنت را خداوند صفت می‌کند که تکیه زده در انحنی خیل بالشت های رفرف هستند و رنگشان را میگوید خضر، سبز است. سبز رنگی است که به چشم انسان حلاوت میبخشد. و عبقری حسن، زیر پای اهل جنت چه است؟ عبقری زیبا و قشنگ است. عبقری چیست؟ عبقر یک شهری است در یمن زمانهای پیش بود، حاضر نمیدارم آیا باشد این شهر یا نه. و زیباترین قالین از همون شهر عبقر میبرامد. وقتی که عرب ها میگفتن عبقری، میدانستن که این قالینی شهر عبقر است. زیباترین، ملایمترین، باصفترین قالین آنجا میبرامد. بنابراین غیر از این هر چیزی که زیباترین باشد عرب ها میگفتن عبقری،
یعنی هر چیزی که بهترین باشد و از وی دیگه بهتر چیز نباشد عرب ها میگفتن عبقری است. بنابراین موافق به همون فهمیشی مردم عرب که قرآن در سرزمین آنها نازل شده است و برایشان این چیز خیلی چیز قیمت بها بود، خدا به خاطر در ذهنشان خوب نقش بستن و درک کردن نعمت جنت که در مقابل پرستش خدای یگانه، در مقابل بیزار شدن از بت‌ها و از شرک و خدای یکه و یگانه را پرستیدن، خدا با آنها چه چیز را آماده کرده تا این درجه برایشان خبر داده است که وقتی که شما از بت‌ها، از شرک، از عقیده‌های باطل خود را پاکیزه می‌کنید و ایمان به خدای یگانه می‌آورید، فردا شما بالای بهترین قالین‌ها، بالای بهترین بالش‌های قطار قطار تکیه زده به حیات جاویدان مشرف می‌شوید. فبأي آلاء ربكما تكذبان. و باز هم خداوند این سخنش را تکرار میکند بعد هر یک نعمتش که پس ای بندگان خدا باز کدام نعمتی پروردگارتان را این کار میکنید. شما میبینید خدا با چقدر مهربانی و ما به شما ثوابی عملهای من را بیان میکند. اگر شما یک برادرتان ضیافت و دعوت کند، اگر گفت که یک آش خوب کرده یا یک سمبوسه خوب یا ششلیک خوب، شما دیگر به معده شوری آن نگاه نمیکنید. ششلیک باشد شد، دیگر میوه است آنجا، آب است، افشوری میوه است، اینقدر پروا نمیکنید. خدای تبارک و تعالی جنت را با نعمتهایش به ما وصل میکند که ایوزی حیات اسلامی شما به شما نمیکند، آماده کرده مانده است و تا مهمترین چیزش را برای شما ذکر میکند که شما با ذوق او را عبادت کنید، با ذوق ایمانتان را محافظت کنید. بنابراین ما همچون بنده های صاحب ایمان میگوییم لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. نه ای خدای مهربان، ما هیچ نعمتی را که به ما وصل کرده ای انکار نمی کنیم، بلکه در مقابلش شکر می کنیم تو را که در مقابل این چند عبادتی پر از خطا و نقصان به ما اینقدر نعمتهای فراوان وعده کرده. و سوره با این آیت به پایان میرسد تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یعنی بزرگ است، بلند است، بالا است، با عظمت است پروردگار تو که او صاحب جلال است، صاحب عظمت است، صاحب بزرگی است و صاحب اکرام است. اگر میخواهید شما را اکرام کنند، شما را هیچ کس رایگان اکرام نمی کند. خدمت میکنید اکرام میکنند، کارش بود میکنید شما اکرام میکنند. اما خداوند صاحب اکرام حقیقی است که میخواهید اکرام حقیقی به صاحب شوید، میخواهید به محنت خداوند به شما مزد دهد، شما را اکرام کند، پس بنده خوبی او باشید، پس در راه او تقوا را پیشه کنید. زیرا آن نماز و روزه و زکات و حج و تقوا و پرهیزی که شما میکنید این به خدا در کار نیست. نمازی که ما میخوانیم ملک خدا را وسیع نمی کند. روزه‌ای که ما میداریم نعمت خدا را اکرام نمی کند. زکات ما میدهیم خزینه خدا را کم نمی کند. عرقی که میخورند انسانهای بیخبر ملک خدا را ضرر نمیرساند.
دیگر گناه هایی که بنده ها میکنند و ملک خدا ضرر ندارد و عمومی کرده گویمودن هیچ عبادتی ما به خدا و ملک خدا یاردمی ندارد و هیچ پرهیز ما از گناه ها به خدا هیچ ضرر و فایده هم ندارد. هر عملی که میکنیم این نشانه‌ای یا اینکه به این دلیل و حجت ایمان ما و شما است. این فردا روز قیامت حجت ما و شما در پیشگاه خدا هستی. فردا ما دعوا میکنیم پروردگارا من به تو باور داشتم، خدا از ما حجت میپرسد. حجت چی؟ پیش از همه نماز، روزه، زکات، حج، خیر، احسان، دیگر عملها. حجت چی؟ پرهیز از تمام گناه ها، حرام ها، فسق و فساد ها. این میشه حجت فقط. و ببینید که در مقابل ایمان خالصانه ما و شما خداوند چه نعمت‌های فراوان را در جنت آماده کرده است. از حضرت ربیعه ابن عامر روایت است اینکه گفتند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الذو بذی الجلال والاکرام. حدیث روایت است از احمد و نسائی که فرمودند من شنیدم حضرت صلی الله علیه و سلم را که میگفتند مشغول کنید زبانتان را، یعنی که تکرار و تکرار وقتی که دعا میکنید خداوند را با این دو صفتش یاد کنید که ذوالجلال و الاکرام، ای خدایی که صاحب عظمت و بزرگی و اکرام هستی. و از حضرت عایشه مادر ما رضی الله عنها هم روایت است که گفتند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سلم لا يقعد یعنی بعد الصلاه الا بقدر ما يقول اللهم انت السلام و منك السلام تباركت یا ذا الجلال والاکرام. روایت مسلم نسائی ابن ماجه. یعنی حضرت عایشه مادر ما گفتن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر باری که نماز را به آخر میرساندند و سلام میدادند این کلمه ها را البته میگفتند که اللهم انت السلام و منک السلام، ای خدای من سلام تو هستی، ای خدای من همه سلام و سلامتی از تو است، تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام، بزرگ هستی تو ای خدای من که صاحب عظمت و اکرام هستی. بنابراین بعد از هر یک سلامی که ما به شما بدهیم سنت است که این دعا را گوییم که اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. این بود برادران عزیز و آن جوانانی که خواهش کردند سوره الرحمن برایشان تفسیر کرده شود که با لطف و عنایت خداوندی خیلی مختصر و با خیلی دانش کوتاه خود من برای شما حرکت کردم که هرچی بیشتر شما از حقیقت و معنای این سوره باخبر شدید و شما دانسته باشید که این ایمان و اعتقاد و عملهای صالح و تقوا و پرهیزی که امروز شما دارید مزدش بها ندارد. معلوم شد که نرخ این حیات شما جنت و نعمتهای جنت بوده است. بنابراین شما به وعده خدا مطمئن باشید، آرام باشید، باور داشته باشید، تکیه کنید و این راهی را که پیش گرفتید، راه ایمان، راه اسلام، راه قرآن، جسورانه باز هم دلیرانه قدم زدن گرفت. انشاءالله همه نصرت، همه فراوانی، همه نیکی، همه خیر در دنیا و آخرت هم نصیبی ما و شما است. و با این دعا تفسیر سوره الرحمن را به پایان برسانم که یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام
لا اله الا انت برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عین ولا الى احد من خلقك. ای خداوندی که زنده هستی همیشه، ای خداوندی که قیوم هستی، بالای همه تو قدرت داری، ای خداوندی که آفرنده آسمان ها و زمین هستی به مثال سابقه، یعنی آفرنده همه آن چیزی که ما میبینیم نمیبینیم تو هستی که از این پیش این چیزها نبود که تو از آنها نسخه گرفته باشه، بلکه هر چیزی که آفریدی به مثال سابقه تو آفرنده آن هستی و آن را آفریدی. ای خداوندی که ذوالجلال و الاکرام، صاحب عظمت و صاحب اکرام هستی، پس در رحمتت و لطفت در مهربانیت ما از تو استغاثه میکنیم. استغاثه چیست؟ وقتی که یک بچه به حوض میافتد داد و فریاد میکند که به من یاردم کنید، عرب‌ها این را میگن استغاثه، یاردم پرسیدن. امروز ما در گرداب این دنیای پر از ظلم و استبداد و نابرابری و حق همدیگر خوری و دنیایی که کفرم فراوان شده است و فسقم فراوان شده است و نفاق هم فراوان شده است و فتنه هم فراوان شده است، ما در این گرداب خداوندا دست و پا میزنیم. ما نمیدونیم که از این گرداب آیا میبراییم یا در این گرداب فرو میریم. از این گرداب ما را فقط کی نجات میدهد؟ به رحمتی که نستغیث، ما فقط از تو طلب یاردم میکنیم که تو شأن ما را، همه شأن ما را، همه حال ما را تو خودت به صلاح آوری. فقط تو میتوانی ای خدا از این ویرانی ها کار ما را به صلاح آوری. ما را به مقدار یک چشمک زدن هم به احوال خود ما، به نفس خود ما واقع گذار که با این نفسهای گرفتار شهوت و هوا و هوس دنیا ما نمیتوانیم خود را بی تو نجات بخشیم. فقط تو میتوانی. ولا الی احد من خلقک، و به سوی یگان شخصی هم از مخلوقاتت ما را واقع گذار. ما را ندان که یک لحظه هم کسی کاری ما را میخواسته باشد که به صلاح آرد و ما را از این گرداب میگرفته باشد. نه، تو فقط خودت میتوانی با عظمتت، با مهربانیت، با لطف و مرحمتت از این گرداب دنیای پر از تلاطم‌های گوناگون که در داخلش نهنگ ها هم هست و بلاهای دیگر هم هست، فقط تو میتوانی ای خدای مهربان ما را نجات بخشی. اللهم انت السلام و منك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. و موافقی بعد چند دقیقه‌ای که باقی مانده است و سوال‌ها جواب میدیم. پیش از همه خواهش کردیم که السلام علیکم دامولای عزیز، ما از شما خواهش میکنیم که در حق آن جوانها که در تفسیر شدن سوره الرحمن سبب شدن دعا کنید انشاءالله. و جوانهای دیگر خواستار آن هستند که سوره قیامت و سوره انسان و همچنین سوره کهف هم تفسیر کرده میشد. بسیار هم ما از شما مندان بودیم. انشاءالله
و زودینه من همین خواهش شما را علاهیده در یک جا پنهان کرده میمانم تا اینکه این خواهش شما برآورده شود و این سوره ها برای شما تفسیر کرده شود. و این چنین یک خواهش کردم که خب سوره محمد را هم تفسیر میکردید. اگر در خاطر داشته باشید سال گذشته همین وقتی ها من سوره محمد را تفسیر کرده بودم که خب اگر انشاءالله شما خواهش سختی داشته باشید باز کدام روز خدا تقدیر کرده باشد این سوره هم بار دیگر تفسیرش مشکلی ندارد. خب اولا دعا کنیم در حق همون جوانهایی که سبب شدن و تفسیر کردن سوره الرحمن که به شرافت آنها چندین هزار صدها اینجا پیر و بنا از تفسیر سوره الرحمن بهره گرفتیم و هیچ نباشد اقلا ما فهمیدیم که بهای ایمان و اسلام ما و شما چی بوده است، نرخی مسلمانی ما و شما چی بوده است. خداوند عشق و محبت قرآن و تفسیر سوره های قرآن را در دل جوانها و همه ما و شما باز هم زیاده گرداند و کوشش کنیم که از معناهای قرآن هرچی بیشتر برخوردار باشیم و خداوند از اجر و ثوابی که تفسیر قرآن کردیم از سوره الرحمن همه ما و شما، گذشتگان ما و شما و این جوانها را برخوردار گرداند. الله اکبر. خب شاید بعضی سوالها تکرار هست، دقت نشدید. البته اینجا شخصان هستن که میخواهم بار دیگر عمیق‌تر شنوند یا اینکه نشنیدن میخواهم شنوند. اینجا خواهش کردن که السلام علیکم دولا، من از شما یک سوال دارم. انگشتری غیر از طلا برای مرد ممکن است یا نه؟ برای مردها فقط انگشتری اجازت است که از نقره باشد، دیگر طلا هم باشد، آهن هم باشد، هر چی باشد درست نیست. فقط انگشتری که از نقره باشد برای مردها اجازت است. نماز نفل یا تحیه مسجد را در کدام وقت خواندن درست است؟ اصلا غیر از نمازهای 5 وقتی که فرض با سنت‌هایش داریم و 3 رکعت وتری واجب داریم، هر نمازی که از تحیت مسجد از شکری وضو از تهجد از همه اینها اشراق است، همه اینها در جمله نمازهای نفل داخل می‌شوند و نماز نفل را هر وقتی که خواهید خوانده می‌شود. بغیر از آن که مثلا تهجد باید شبانه یا خوبترش در آخر شب و یا اینکه اشراق بعد از بلند شدن آفتاب که آفتاب می‌براید. دیگر نماز نفل که خواندنش به ذوق عبادت، ذوق رابطه با خدا پیدا کنید، هر وقت خواستید نماز نفل خوانده می‌شود. فقط در 3 وقت نماز خواندن حرام است: برابرای آفتاب و قیام وقتی که آفتاب بالای سر راست می‌شود و غروب وقتی که آفتاب نشسته ایستاده است. در این 3 حالت همه نمود نماز حرام است. بغیر از نماز عصر همون روز که با سبب دیر کردید آفتاب شیشته ایستاده باشد، نیمش داخل شده باشد پس کربه، شما میتوانید عصر خوانید، عصری وقتی است، نمازتان درست میشه. باقی در این 3 وقت همه نماز حرام است. نماز جنازه هم، حتی سجده تلاوت هم. اما در 2 وقت نماز نفل خواندن مکروه است. وقتی که نماز بامداد صبح می‌دمد تا آفتاب برآمدن، غیر از 2 رکعت سنت و 2 رکعت فرض نمازهای نفل خواندن مکروه است. و بعد عصر خواندن تا غروب آفتاب هم نفل خواندن مکروه است. باقی هر وقت نهایت نفل خوانید مرحبا. کوشش کنید تهجد خوان باشید، کوشش کنید سحرخیز باشید و نماز قضا هم همچنین. هر وقتی که خواهید بعد از شام نماز قضا وقتی افتید خواندید، بعد از خفتن خواندید، پیش از بید، بعد از بید، فرق نداره. هر وقتی افتید نماز قضا خواندید فایده میکنید. چرا که اولین پرسش روز قیامت از نماز است. خواندی یا نخواندی؟ بعدم خواهش کردیم که تاریخ چهاریاران را به ما به پرگی میفرماندیم. خب این چیز را هم من البته محفوظ نگاه میدارم و درباره چهاریار کرام رضی الله عنهم البته صحبت ها میکنیم.
اینجا خواهش کردیم چندین مکتوب ها که من یک نمودش فقط گرفتم. روز یکشنبه محفل نور بود، کی می شود، کدام ماه می شود، التماس ما به جواب دهید و خواهش های زیاده که محفل آغاز شود. خب از شرایط جمهوری همه با خبر هستید، تنکسی قوه برق ما را عذاب می‌دهد. دعا می‌کنیم که خداوند از این تنکسی ها به زودی ما را نجات بخشد. هر وقتی که شرایط مساعد شد انشاءالله محفل نور خودش را بالای دل و دیده های شما فروزان می‌کند. در وقت جنازه خواندن طهارت نیست. وقت کم ماندگی بی طهارت و بی تیمم جنازه خواندن درست است یا نه؟ البته بی طهارت و اقلا بی تیمم هیچ نماز درست نمیشد، از جمله نماز جنازه هم. فقط وقتی که تابوت را آوردند و ماندند برای جنازه خواندن که دیگر امکانیت طهارت نیست، وقت نمی‌گنجد، شما همون لحظه میتوانید تیمم کنید نماز جنازه خوانید. لیکن بی تیمم شما نماز جنازه به نیستید که برعکس گناهکار میشید. زیرا که طهارت این فرض است برای عبادت و بی طهارت بی ترک عبادت درست نمی شود. اگر که قصدن باشد برعکس شما گناهکار میشید. جناب حاجی داملا، از خدای متعال التجا میکنیم که به شما عمر دراز و تنسیتی و زبان شما را دائما همیشه برای گویا نگه دارد، سلامت باشید. شما را هم درباره نماز ویتری واجب و دعای ویتر مفصل گفته میفرمایید که آیا دعای ویتر را ندانسته به جایش یکم خیلی تسبیح گفتن ممکن است؟ با احترام مخلص شما دویوم مرد 2007. دعای قنوت خواندن در نماز ویتری واجب است حکمش. هر یک نمازخوان باید دعای قنوت را از یاد کند. لیکن به خاطر سبوکی بخشیدن در کتاب‌ها اجازت میدن که تا یاد گرفتن دعای قنوت شما مثلا میتوانید ربنا آتینا فی الدنیا دعای خوانید. شما میتوانید اقلا 3 بار سبحان الله بگید و بعد نماز ویترتان خوانده بود کنید 3 رکعت. لیکن این موقتی تا آن لحظه ای که دعای قنوت را یاد میگیرید این چیز برای شما اجازه دارد. لیکن اینش را هم دانستمانه که درست میشد است که گفته شما بی‌پروایانه دعای قنوت از یاد نکنید گناهکار میشید. بنابراین دعای قنوت اینقدر مشکل نیست، آنهایی که نمیدونید از یاد کنید. السلام علیکم حاجی داملا. اولا خداوند شما را در پناهش نگاه دارد و باز هم علم فراوان عطا نماید و ثانیاً از خداوند با این جماعت در حق پدر و مادرم دعا کنید که از من راضی باشند و پدرم را خداوند در قطار هدایت کردگی‌هایش هدایت کند و التماس در حق پسرچه‌ام که بیمار است دعا کنید، شاید که سبب شود و خداوند به او شفای کامل عطا کند، چنانه که درد از جانب خدا و شفا هم از جانب او است. خب البته اینجا یک برادر ما با نام معروف جان هم در حق پدرشان دعا طلب کردن که خدا شفا دهد. ما البته خالصانه در حق این برادرها و همه آنهایی که خواهان دعا هستند دعا میکنیم خدای تبارک و تعالی بر بیمارهای همه اهل اسلام و خصوص آنهایی که خواهش کردن در حق بیمارشان دعا شفای عاجل و کامل روحانی و جسمانی عطا فرماید. خداوند تبارک و تعالی همه ما و شما و همه آنهایی را که از این هدایت بی نصیب هستند خداوند آنها را به این ایمان و اسلام هدایت فرماید و همه ما و شما را یک جای داخل جنت گرداند که از این حیات گذرانده خود آنجا به همدیگر نقل کنیم و به همدیگر شاد و مسرور در حیاتی با سعادت جاودانه باشیم به رحمتک یا ارحم الراحمین. خب یک برادر دیگر گفتن که در فکر من خیالهای بد وسوسه می شود بسیار. خب البته خیالهای بد وقتی که در فکر شما می آید خاطر جمع باشد که شما و آن هستید تا آنکه آن فکرتان از زبانتان نبراید یا از دستتان به عمل نبراید. اگر در خیالهای خطا شما در نزد خدا جوابگر نیستید. هر
خیال خامی که به سرتان آمد شما استغفر الله گویید، لا حول ولا قوت الا بالله گویید و از خداوند طلب کنید، دعا کنید، التجا کنید که خداوند شما را از این وسوسه های پوچ در پناه اسمت خودش نگاه دارد. و اینجا مکتوب را به پورگی نمی خوانم، یک چیز و روشنی انداختنش خواهش کردن که آیا آنهایی که به سن 18 نرسیدن به مسجد رفته عبادت کردنشان درست است یا نه؟ آخی برادران عزیز، شریعت اسلام ما را آشکار و روشن گفته مونده است که از آن روزی که به بلاغت میرسی همه حکم شریعت بالای سری تو، فرضش فرض و واجبش واجب و سنتش سنت و حرامش حرام، هر چی که هست. سن بلاغت هم این همون نشانه های بلاغت است که حاجت به ذکر آن نیست. اگر پسر بچه هیچ نشانه بلاغت نبیند هم 15 ساله که شد و علاقه بالغ است، همه حکم شریعت بالای گردن او هست. و دختر بچه وقتی که 9 ساله شد و هم علاقه در حکم بالغه است، همه حکم شریعت بالای سری و هست. بنابر همین هم نماز خواندن، خواه 5 وقته باشد، خواه جمعه باشد، خواه عید باشد، برای هر یک چنین شخصی که به بلاغت رسیده است ناوابسته از سن سالش، فرضش فرض و واجبش واجب و سنتش سنت است. بنابراین این حقوق را هیچ کس در هیچ کجا به کسی نداده است که ما سن سال نمازخوان معین کنیم. حتی الحمدلله قانونهای موجوده جمهوری امروزی ما و شما این چیز را در هیچ کجایی ذکر نکرده است. وجدان آزاد است، هر کس میخواهد مسلمان باشد مسلمانی کند، نماز میخواهد خواند مسجد رود نماز خواند. هیچ کس برادرای عزیز حقوق منع کردن کسی را به داخل شدن مسجد ندارد. بنابراین مبادا در کجای کدام آدمی که نه از خدا خبر دارد و میترسد و نه از قانونهای امروزه شما باید بفهمانید که از این چیزهای هنگامه برانگیز و فتنه انگیز باید خودداری کند که جمهوری ما و شما با این تیجی و آرامی خودش پیش رود. خودش اینقدر چی حال داره؟ دعا کنیم که تینج باشیم و همدیگر مهر و محبت داشته باشه، همدیگر فهم باشه. نمازخوان هستیم، مرحمت نمازخوانیم. نمازخوان نیستیم، خواب انصاف کرد خدا نمازخوان شدیم. اگر نه راهنمایی که نماز میخوانند با زبان و با فکرهای خیالهای خام خودشان اینقدر گوییم فشارهای روحی نبیارند و این هنگامه ها رو در جمهوری اذیت کشیده ما بار دیگر بیدار نکنند. خب وقت هم به پایان رسید و اینجا یک گروه جوانها مکتوب نوشتن که عبارت از 5 صحیفه است. خب جوانهایی که من وقت خیلی کم که این مکتوب خواندم، من به شما میگم که کدام حقیقت ای جوانهای عزیز از این منبر ناگفته مانده است؟ کدام حقیقت که گویا ما از گفتن حقیقت میترسیده باشیم؟ کدام حقیقتی است که من به شما ترسیدم و نگفتم شما نرسید به من؟ یا کدام بدعتی است که ما به آن گرفتار هستیم شما آشکار نرسید که چی بدعتی است که ما به آن گرفتار هستیم؟ اقلا همین نماز جمعه و همین نماز عید که در همین جماعت مسجد ما و شما اشتراک میکنیم، کدام بدعت در همین عبادت‌های ما موجود است؟ مرحمت شما آشکار روشن به من نویسید، من ببینم که کدام بدعت اینقدر در ما جای گرفته است که اینقدر ما گرفتار آن بدعت و خرافات بودیم که ما از اجرا کردن آن یا گفتن آن میترسیده باشیم و آشکارا نمیگفته باشیم. مرحمت من از هیچ کس سری ترس ندارم، یگانه ذاتی که من از اون میترسم خدا است. کدام مسئله ناروشنمان برای شما؟ کدام بدعت به ما گرفتار هستی که اینقدر واهمه کردید؟ آیا همون بدعت را در نظر دارید که بعد ادای نماز جمعه قاری‌ها 2-3 آیت قرائت میکنن که ما آن را گوش میکنیم سخن خدا که هر یک حرفش 30 ثواب دارد موافق حدیث‌های پیغمبر صلی الله علیه وسلم؟ وقتی که قرآن خوانده میشد خدا با واسطه قرآن ما را امر کرده است که
استعید ولی فیدا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون. وقتی قرآن خوانده می شود شما آرام باشید و آن گوش اندازید، شاید به رحمت خدا مشرف شوید. آیا همین قرآن خواندن بدعت است؟ دلیل تا این است که دور پیغمبر به نبود، امروز این بدعت می شود. دور پیغمبر به پیش از نماز جمعه موعظه هم نبود. شما خواهش کردید سوره الرحمن تفسیر کن، من از ساعت 11:30 تیار میشم میگم سوره الرحمن تفسیر میکنم. امروز قرائت بردانی پدر خیزی گرفتی دامالا فقط خطبه خوانده شد، موعظه نکنید. دور پیغمبر به این چیز نبود، بیاید موعظه هم برداریم نباشه. هم خیلی میخواهید شما. آیا جوانهایی که بیشرمانه وقتی قرائت، من میدونم که بعضی ها وقت ندارن، بعضی ها شاید تارتشان تنگی میکنن میخیزن میروند. خب ما به این آدم ها هیچ چیز نمیگیم، هیچ چیز هم یکم وقت نگفتیم. اما بعضی جوان ها نمایشکاران از صفهای اول هم خسته میبرند. من میدونم به چی نیت آنها، نیتشان خدا بدون. من پیغاز میدونم که یعنی که این چیز درست نیست، بیلیتان که من قهرمان این چیزا من عمل نمیکنم. همین است احترام شما به همین جماعتی که هزار جمع میشویم. همین است. آیا به خاطر آنکه شما 20 کس 40 کس یا 50 کس همین چیز به گرفتار شدید و همین فتنه به خودتان پابند کرده بودید، آیا همین است که همین قرائت شما بدعت میدانید و بعدا آشکارا شرم نداشتید موسیقی داشتید پیششون بریده میخیزید؟ همین است سنت پیغمبر، همین است آداب محمدی، همین است آیا اخلاق محمدی. شما پیش از آن که یک چیز بدعت گویید اولا بدعت خوب فهمید، اگر نفهمیده باشید باز خوانید، باری دیگر خوانید، باز آموزید، باز تعلیم گیرید، بعد گویید که این کار بدعت است. باری دیگر خداوند به همین ما و شما توفیق و انصاف عطا کند. برادران عزیز، من از این مکتوب شما خفه نیستم. جوانهای عزیز، من شما رو دوست می‌دارم. من حرکت می‌کنم که اتحاد در بین ما و شما باشد. لیکن کورکورانه یک گروه اسم کشاله کنتان، یک گروه اسم کشاله کنتان، منم از بحر هر دو تا میبرم. در کار نمی‌ام به این ها. برای من این اختلافات در کار نیست. من می‌خوام متحد باشیم، یکجا باشیم. به خاطر چند چیزی بیهوده در کار نیست اینجا غوغاهای بشه. بیایید من شما که هستید نویسته که مکتوب مرحمت کی وقت میخورید بیایید با من صحبت کنید. چند نفر هستید مرحمت آزاد. و اگر شما خیلی خودتان جسور نشان دادید نترسید، بیایید. چرا پنهانی مکتوب نویسید؟ بیایید آشکارا. یا اقلا شما نویسید قطار کردن برای که کدام بدعت ها به ما گرفتار هستید مرحمت، کدام چیز ما حقیقتش ناروشن برای شما نگفتیم و ترسیدیم از گفتن ما. نویسید از چی چیز من ترسیدم. خیراتی که جمع شده از 225 سامانه و 1400 سنه ازبکی دعا میکنیم خدای تبارک و تعالی این خیر و احسان برادرای مقبول درگاهش گرداند و چی مرام و مقصد دیگه که داشته باشم برای به خیر گرداند و چند دقیقه که زیادتر وقت شما را گرفتم از همه شما معذرت میخواهم.